نحوه ارتباط هشداردهنده نشت گاز ایمناسا، البته نشت گاز مونوکسید، با تلفن کننده سیم کارتی لکزو. خب ما میخوایم این تلفن کننده رو به هشداردهنده نشت گاز وصل کنیم تا هر زمانی که این دستگاه آلارم داد، دستگاه تلفن کننده ما به مدیر دستگاه و یا کاربران تماس بگیره. این هشداردهنده شامل یک دو شاخ پریز هست که برق 220 ولت رو برای تغذیه دستگاه تامین میکنه و 3 تا سیم خروجی که ما توی این 3 تا سیم خروجی با سیم زرد و سیم آبی کار داریم. رسیور هست، 2 تا دست سیم همراه دستگاه هست یا خشاب سیم کارت و راهنمای دستگاه. خب ابتدا ما میایم تلفن کنندمون رو اندازی میکنیم. همونطور که پشت ماژول رو میبینید